سلام، روزتون بخیر. من پریسا هستم. شما دارید کانال دیل پورتال رو نگاه میکنید. من توی این کانال معمولا آموزش زبان فارسی میدم به فالوورهای ترکم، یعنی ترکای ترکیه، آذربایجان و کشورهای دیگه، بلغارستان، کشورهای دیگه که دوستان زبان فارسی رو یاد بگیرم. بخاطر من اکثرا ترکی صحبت میکنم توی این کانالم، ولی این ویدیو و چند تا ویدیوهای بعدی داستانش یکم متفاوته. داستان از این قراره که من و همسرم ادوارد قراره که یه سفر توی ترکیه بریم و قرار به مناسبت تولد 40 سالگی همسرم که تو خرداد امسال بود، حزیران امسال بود، به مناسبت تولد 40 سالگیش 40 روز بریم دور ترکیه رو بگردیم. ولی بنا به یه سری دلایلی 40 روز نشد، یعنی قرار 40 روز یه سفر پر چالنجی رو بریم، یعنی مثلا شهر به شهر دور ترکیه رو بریم. ولی بنا به یه سری کاری که برامون پیش اومد نتونستیم 40 روز بریم، به خاطر اینکه یکم از این طرف تاخیر افتاد، از اون سمت هم که میخوره به ژانویه و اینا، ما کارمون زیاده دیگه، نمیرسیم 40 روز بریم مسافرت. ولی همچنان یه نیمچه سفر دور ترکیه قرار داشته باشیم. دور ترکیه که نیست، ما چون استانبول زندگی میکنیم از استانبول شروع میکنیم تا حالا میریم سمت جنوب ترکیه و بعد برمیگردیم خونمون. ولی این سفر طوریه که کامل برنامه‌ریزی نشده، یعنی اینکه ما هر شهری میریم برای شهر بعدی تصمیم میگیریم که بریم یا نریم، مثلا اینکه کدوم شهر رو بریم و اینا یکم حالت سپونتانیا داره به قول ترکا. بعد اینکه یهویی تصمیم میگیریم که کجا بریم. و دلیل اینکه این ویدیوها رو اینجا شیر میکنم اینه که اولین دلیلش اینه که خب فالوورای ترکم تمرین کنم، مثلا لیسنینگ رو تمرین کنن، گوش دادن رو تمرین کنن، که متوجه شم مثلا یه نفر که داره فارسی عادی صحبت میکنه چطوری صحبت میکنه، گوششون با این آشناشه، با این قضیه. یه دلیل دیگه هم اینه که خاطره میشه. خب بعد چند سال دوست دارم این چیزایی که برای ویدیوهایی که برای سفرمون درست کردم و بعد چند سال یه جایی حالا ثبت بشه که هیچ وقت پاک نشه. یکی دیگه دلیلش اینه که دوستام، خانوادم اینطوری بهتر میتونن ببینن که من در چی کار میکنم، کجا میرم، سفرم چطور بوده. یه کمتر توضیح میدم به همشون، گوششون کمتر درد میگیره. بعد و اینکه یه سری دلایلی داره و اینا. گفتم شاید خوب باشه که این جریان سفر رو توی این ویدیوها توضیح بدم و نشون بدم، حالا شهر به شهر، مرحله به مرحله بهتون توضیح میدم. و چیز جالبی هم که توی این سفره ما سعی میکنیم این سفرمون تا حدودی با بودجه خاصی باشه، یعنی سعی میکنیم تا جایی که میشه این سفرمون رو با صرفه جویی پیش ببریم. و دلیلش اینه که خب سفر معمولی که آدم همیشه میره، مثلا حالا تعطیلات نمیدونم فلان جا و اینا، جنوب ترکیه و جاهای دیگر رو همیشه میره آدم، و اصلا همین کار میکنم. خیلی جالب نیست. جالبش اینه که این سفر چالنج داره، یعنی اینکه مثلا ما سعی میکنیم هزینه هامون رو پایین نگه داریم. مثلا ممکنه یه جایی هتل ارزون پیدا بکنیم، ممکنه یه جا مثلا آپارتمان ارزون باشه، آپارتمان ارزون اجاره کنیم. بعد اینکه بعضی جاها حالا به این چیزا توجه میکنیم، مثلا بعد قراره که سعی میکنیم تا جایی که امکانش هست با هواپیما نریم. دوست داریم که اینطوری حالت ادونچر داشته باشه، مثلا یه جا رو با اتوبوس‌های دریایی میریم، یه سریشو با اتوبوس‌های معمولی میریم، یه سریاشو با دلموش، همون ونای خودمونه که تو ترکیه با من دلموش استفاده میشه، یه جایی رو ماشین اجاره میکنیم. خلاصه که میخوایم همه جور چیزو امتحان کنیم و حالا شاید برگشتنی هم هواپیما شاید برگردیم که دیگه وقتمون زیاد گرفته نشه. پس اگه دوست دارید که سفر من و همسرم رو دنبال کنید،
لطفاً کانال منو فالو کنید، سابسکرایب کنید این پایین، و اینکه من سعی میکنم هر روز تو این حدود 20 روزی که قرار تو سفر باشیم سعی میکنم هر روز ویدیوهای هر شهری که هستیم رو شیر کنم. دوستتون دارم خیلی زیاد، به امید دیدار. خداحافظ.